آیا آماده عشق واقعی هستی؟ 5 نشانه یونگی که فرکانس درونی تو تغییر کرده. تو زندگی لحظاتی هست که بدون اینکه خودآگاه متوجه بشی، یه چیزی تو درونت تغییر میکنه. شاید یه روز بیدار شی و ببینی اون حس دلتنگی که ماها همراهت بود آروم شده. از بین نرفته، اما تبدیل شده به یک سکوت عمیق. شاید همین حالا که داری این کلمات رو میشنوی، این حس رو داشته باشی. یک تغییری که نیاز به توضیح نداره، ولی نیاز به تایید داره. جهان با زبانی صحبت میکنه که همیشه کلامی نیست. از طریق اتفاقات همزمان که حس میکنی بیش از حد معنا دارن که تصادفی باشن، از طریق ملاقات هایی که حتی تو وقت نامناسب درست به نظر میرسن و از طریق یک اطمینان درونی که نمیتونی ثابتش کنی زمزمه میکنه. کارل یونگ، روانشناس معروف، به این میگفت همزمانی، ارتباطات معنادار بین دنیای درونی تو و اتفاقات بیرونی. اینکه همین الان این پیام رو پیدا کردی شاید اتفاقی نباشه. میتونه یک تایید برای چیزی باشه که قبلا تو درونت شروع شده، یک آمادگی آرام برای اتفاقاتی که قراره بیفته. آمادگی برای عشق فراتر از خودآگاهیه. آماده بودن برای عشق واقعی به این معنی نیست که کامل و بی‌نقصی. نه به این معنیه که هر زخمی رو شفا دادی یا هر درسی رو یاد گرفتی. آمادگی یک حالت درونیه که خارج از اراده آگاهانه تو شکل میگیره. ناخودآگاهت داره خودش رو سازماندهی مجدد میکنه، الگوهای قدیمی رو تغییر میده و گره‌هایی رو باز میکنه که تو هیچ وقت آگاهانه بهشون نپرداختی. همونطور که این کار رو میکنه، سیگنال هایی میفرسته. نشانه های ظریفی که ذهن آگاه تو تازه داره متوجهشون میشه. تو چند دقیقه آینده 5 تا از این نشانه ها رو بررسی میکنیم. اینها نه نصیحت هستن، نه قول، بلکه نشانه های روانشناختی و انرژیایی هستن که نشون میدن فرکانس درونی تو عوض شده و به سطحی رسیدی که یک ملاقات واقعی امکان پذیر میشه. نشانه اول، جستجو متوقف شده است یا تعادل درونی. اولین نشانه‌ای تو یک تغییر آرام در خواسته‌هات ظاهر میشه. عجله برای پیدا کردن کسی، داشتن کسی، نیاز داشتن به کسی محو شده. متوجهش میشی وقتی بدون فکر دوم اپلیکیشن‌های دوستیابی رو حذف می‌کنی یا وقتی گفتگوهایی که قبلا برات جذاب بودن حالا کسل کننده به نظر میرسن. ممکنه تنهایی شب رو ترجیح بدی بدون اینکه حس کنی چیزی رو از دست دادی. این کناره‌گیری یا خستگی نیست. یک حس آرامش عجیب و غریبه که ناخواسته اما عمیقاً مورد استقبالتون نشسته. تو دیگه جستجو نمی‌کنی. اتحاد درونی اصول مردانه و زنانه. وقتی این دو قطب تو درونت به تعادل میرسن، دیگه بیرون از خودت دنبال کامل شدن نمیگردی. دیگه به کسی نیاز نداری تا احساس کنی کاملی. این عقب نشینی نیست، یک پارچگیه. حالا چیزی رو تو وجودت داری که قبلا تو دیگران دنبالش بودی. این یک پارچگی سیگنالی میده که تو آماده ای، چون فقط کسی که کامله میتونه وارد رابطه‌ای بشه که نه بر اساس کمبود بلکه بر اساس همتنین بودن بنا شده. آدمایی که قبلا مهم به نظر میرسیدن دیگه تو رو تحریک نمیکنن. فقط لاس زدنای بی محتوا و خسته کننده است. فکر گذروندن وقت با کسی که واقعا با خودش حضور نداره حس اتلاف انرژی میده. این غرور نیست، این وضوحه. یاد گرفتی تفاوت بین ارتباط و حواس پرتی رو حس کنی. این استقلال تازه کشف شده یک وجود استریل و تنها نیست. برعکس، زندگیت میتونه غنی‌تر و زنده‌تر از همیشه باشه. تو صرفاً منتظر کسی نیستی که از راه برسه. تو فعالانه درگیر رشد، علایق و هدف خودت هستی. شریک زندگی وقتی که برسه یک اضافه به یک زندگی از قبل کامل خواهد بود، نه راه حلی برای یک زندگی خالی. 3. نشانه دوم، دگرگونی در جذب. نشانه دوم به صورت یک تغییر عمیق تو نوع جاذبه تو به وجود میاد. انواع آدمایی که قبلا تو رو شیفته می‌کردن حالا بیگانه و شاید حتی مشکل ساز به نظر میرسن. نمیتونی بفهمی چرا اصلا جذب اون نوع آدم شدی. جذب اون شدتی که در واقع درام و مشکل بود. اون علاقه‌ای که در واقع ناامنی بود یا اون جاذبه‌ای که در واقع یک درد حل نشده قدیمی بود. الگوهای قدیمی تو حالا حس انزجار رو توت ایجاد میکنن. این تصادفی نیست. این انحلال چیزیه که یونگ بهش میگفت عقده. یونگ توضیح داد که چطور الگوهای ناخودآگاه که از خانواده ما منتقل شده اغلب انتخاب شریک زندگی ما رو هدایت میکنه.
شاید سالها آدم‌هایی رو جذب می‌کردی که یک دینامیک خاص و آشنا از دوران کودکیت رو نشون می‌دادن. نه به این خاطر که برات خوب بود، بلکه به این خاطر که شناخته شده بود. ناخودآگاه جذب چیزهای آشنا میشه، حتی وقتی دردناکه. اما حالا اون جادو شکسته شده، عقده قدرتش رو از دست داده. به رابطه‌های گذشته با حس بی‌طرفی نگاه می‌کنی، انگار داری فیلمی در مورد یک غریبه می‌بینی. اون موقع من کی بودم؟ چی تو اونها می‌دیدم؟ این سوالات نشانه سردرگمی نیستن، اثبات رشد تو هستن. تو خودت رو از اون الگو آزاد کردی و این آزادی فضا رو برای ورود چیزی جدید و واقعی باز می‌کنه. اون ترین هوایی احساسی که یک زمانی اشتباهی به جاش عشق می‌گرفتی، حالا می‌فهمی که چی بوده. تلاشی برای شفای زخم‌های کودکی از طریق آدم‌هایی که هرگز برای اون نقش ساخته نشده بودن. اون حسادتی که بهش میگفتی عشق آتشین، اون کنترلی که بهش میگفتی مراقبت، اون وابستگی که بهش میگفتی ارتباط، همه اینها جذابیتشون رو از دست دادن. این تغییر نشون میده که قطب نمایی درونی تو دوباره تنظیم شده. نشانه سوم، وضوح شهودی. نشانه سوم به صورت یک روش جدید در درک کردن خودشو نشون میده. حس ششم تیغه. یک دروغ رو قبل از اینکه گفته بشه تشخیص میدی. قبل از اینکه دستکاری شکل بگیره حسش میکنی. از پشت ماسک ها میبینی بدون اینکه بتونی توضیح بدی چطور میدونی. تو حقیقت پشت کلمات رو حس میکنی. شاید خوابهای تکراری میبینی یا لحظات دژاوو که تو رو متوقف میکنه. یک حس دونستن در مورد کسی که هرگز ندیدی. یک اطمینان که یک اتفاق خاصی خواهد افتاد. این پدیده ها فقط تخیل نیستن. اونها پیام‌هایی از ناخودآگاه تو هستن که داره برای یک ملاقاتی آماده میشه که ذهن آگاهت هنوز نمیتونه درکش کنه. ناخودآگاه از بعضی آدم‌های مکان‌ها دوری میکنی بدون اینکه بدونی چرا و بعداً میفهمی چه شهودت درست بوده. این مرزگذاری غریزی همان راهنمایی درونی توست که فعال شده و بدون نیاز به تصمیم منطقی از تو محافظت میکنه. تو چند ثانیه میتونی بفهمی که یک نفر اصیل هست که داره نقش بازی میکنه. یاد گرفتی نشانه‌های ظریفی رو که همه ناخودآگاه میفرستن بخونی. این وضوح شهودی یک حس عمیق آرامش میاره. انرژی ذهنی که قبلاً صرف تحلیل پیام‌ها، رمزگشایی سیگنال‌های متناقض و نگرانی در مورد نیات دیگران میشد، حالا آزاد شده. دیگه نیازی نیست هر تعاملی رو منطقی تحلیل کنی، چون حقیقتش رو حس میکنی. این در مورد بدبین بودن نیست، در مورد بصیرت داشتنه. تو به دانسته درونی خودت اعتماد میکنی و این اعتماد روابطت رو ساده تر میکنه و بهت اجازه میده انرژیت رو فقط جایی سرمایه گذاری کنی که به طور واقعی متقابل و مورد احترام هست. همزمانی ها در دنیای بیرون. نشانه چهارم در دنیای بیرون در نحوه سازماندهی مجدد زندگیت ظاهر میشه. مسیرهای جدید باز میشن، روتینهای جدید ایجاد میشن، ناگهان به جاهایی میری که قبلا هرگز نرفته بودی. با آدمهای خارج از دایره معمولت آشنا میشی. همه اینها به شکلی اتفاق میفته که طبیعی به نظر میرسه، نه زورکی. انگار زندگیت بدون تلاش آگاهانه تو به آرامی به سمتی جدید هدایت میشه. یونگ به این تصادفات معنادار همزمانی میگفت. رویدادهایی که از نظر بیرونی نامرتبط به نظر میرسن، اما یک معنای درونی رو در خودشون نگه میدارن. این جادو نیست، بلکه بیان یک نظم عمیق‌تره. ناخودآگاه تو با دنیای بیرون به شکلی ارتباط برقرار میکنه که توجیه منطقی نداره. تو به جاهایی هدایت میشی که نیاز داری باشی و با آدمهایی ملاقات میکنی که نقشی تو زندگیت خواهند داشت، نه از طریق برنامه ریزی، بلکه از طریق این فرایند زیربنایی. دوستی ها ممکنه بدون درگیری محو بشن. آدم‌هایی که بخش بزرگی از زندگیت بودن به سادگی کمرنگ میشن چون همتنین بودن از بین رفته. تو در فرکانس‌های مختلفی هستی و این اشکالی نداره. هر تغییری تو دنیای درونی تو روی این که چه کسی و چه چیزی با تو هماهنگ هست تأثیر میذاره. تو نباید برای جلو رفتن احساس گناه کنی.
آیا متوجه شدی که چقدر اغلب از انگیزه‌هایی پیروی می‌کنی که از نظر منطقی معنی ندارن؟ ناگهان مسیرت رو عوض می‌کنی، دعوتی رو قبول می‌کنی که قصد داشتی رد کنی، یا میری توی کافه‌ای که قبلاً هرگز نرفته بودی، فقط برای اینکه بعداً بفهمی یک اتفاق مهم اونجا افتاده. اینها هوس‌های تصادفی نیستن. این ناخودآگاه توست که داره تو رو آماده و موقعیت یابی می‌کنه. زندگیت از طریق بسیاری از تغییرات کوچک و ظریف داره عوض میشه. تو دیگه همون کسی نیستی که 1 سال پیش بودی. همه اینها شواهدیه که تو داری به یک سطح جدید حرکت میکنی. ماسک برداشته شده. دیگه حوصله بازی، تظاهر به قوی بودن وقتی آسیب پذیر هستی یا پنهان کردن نقص‌هات برای پذیرفته شدن رو نداری. این از طریق یک تصمیم آگاهانه برای شجاع بودن اتفاق نیفتاد. این اتفاق افتاد چون به نقطه خستگی عمیق از بازی کردن یک نقش رسیدی. حالا به عنوان کسی که واقعاً هستی ظاهر میشی. یونگ پرسونا رو به عنوان ماسک اجتماعی که میزنیم توصیف کرد. بد نیست. اغلب لازمه. اما وقتی طبیعت واقعی ما رو خفه میکنه، تبدیل به یک زندان میشه. در نهایت لحظه‌ای فرا میرسه که ماسک دیگه اندازه نیست. وقتی حتی اگه بخوای هم نمیتونی اون رو بپوشی. این لحظه یک رهاییه. حتی اگه در ابتدا ترسناک باشه. زخم‌ها، عادات عجیب و ویژگی‌های منحصر به فرد تو حالا قابل مشاهده هستند. اونا رو نشون میدی نه به خاطر اینکه تلاش میکنی شجاع باشی، بلکه چون از پنهان کردنشون خسته شدی. و یک اتفاق خارق‌العاده میفته. آدمای اشتباه عقب میکشن، ارتباطات سطحی از بین میرن و آدمای درست نزدیکتر میشن. کسانی که تو رو نه با وجود نقص‌هات، بلکه به این دلیل که حقیقت تو رو میشناسن دوست دارن. این جاذبه اصالته. هرچه بیشتر خود واقعیت رو نشون بدی، بیشتر کسانی رو جذب میکنی که به تو تعلق دارن. این یک پارادوکس هست. فکر میکردی باید پنهان شی تا امن باشی، اما محافظت واقعی تو در دیده شدنه. فقط در این صورت میتونن آدم‌های درست پیدات کنن و فقط در این صورت میتونی آدم‌های اشتباه رو تشخیص بدی. دیگه از طرد شدن نمیترسی، چون میفهمی این یک بیانیه در مورد ارزش تو نیست، بلکه در مورد همتنین بودنه. بعضی آدما با تو هماهنگ نیستن. بعضی ارتباطات برای تو ساخته نشدن. این یه تراژدی نیست، وضوحه. چیزی که برای تو ساخته شده تو رو تشخیص خواهد داد، بدون اینکه مجبور باشی کسی که هستی رو عوض کنی. زندگی بدون ماسک به طرز باور نکردنی رها کننده است. میفهمی چقدر انرژی صرف میکردی تا مدام خودت رو زیر نظر بگیری، کلماتت رو ویرایش کنی و یک نسخه پالایش شده از خودت رو ارائه بدی. حالا به خودت اجازه میدی آشفته باشی، نامطمئن باشی، کاملا انسان باشی. این آسیب پذیری مردم رو دور نمیکنه، بلکه سطح عمیق‌تری از صمیمیت رو دعوت میکنه. تو یک فضای امن برای دیگران ایجاد میکنی تا اونها هم اصیل باشن، صرفاً با داشتن شجاعت برای خودت بودن. 7. مقصد. آمادگی بدون انتظار. آیا میتونی این رو تو درونت حس کنی؟ اون اطمینان آرامی که نیاز به اثبات بیرونی نداره، اما به طور انکارناپذیر اونجاست. تو دیگه منتظر نیستی، نه به اون روش دردناک قدیمی که پر از بی‌صبری و حس کمبود بود. تو حالا تو یک حالتی هستی که میشه بهش گفت آمادگی بدون انتظار. داری زندگیت رو کامل و عمیق زندگی میکنی. تو مسیرت هستی و در عین حال قلبت یک در باز باقی میمونه، باز به آنچه که قرار است بیاید، بدون تلاش مذبوحانه برای مجبور کردنش به ظاهر شدن. این بلوغ عاطفیه، نه به عنوان یک دستاورد اخلاقی، بلکه به عنوان یک امضای انرژیایی، یک لرزشیه که حالا تو اون رو نگه میداری. عشق واقعی نمیاد چون با رنج کشیدن به دستش آوردی، میاد چون بالاخره تبدیل به هم فرکانس با اون شدی، چون با حالتی رسیدی که دیگه از سر خالی بودن دنبال نمی کنی، بلکه آماده‌ای کسی رو از سر پر بودن ملاقات کنی. تفاوت بزرگی بین منفعل بودن و پذیرا بودن هست. منفعل بودن منتظر کسی بودن که بیاد و تو رو از زندگیت نجات بده. پذیرا بودن عمل شجاعانه بازنگه داشتن قلبت به آنچه که در حال آشکار شدنه. تو منفعل نیستی. تو فعالانه داری زندگی رو که دوست داری خلق میکنی. دنبال علایقت میری، مسیرتو طی میکنی، اما همچنین پذیرایی.
برای رمز و راز، برای لطف، برای غیر منتظره جا میذاری. زور نمیزنی، کنترل نمی‌کنی. تو صرفاً حاضری، در دسترس برای جادوی زندگی. و وقتی ملاقات اتفاق بیفته، اشتباه ناپذیر خواهد بود. هیچ بازی حدس زدنی وجود نخواهد داشت. هیچ تعبیر ناامیدانه از سیگنال‌های متناقض نیست. تو خواهی دانست، نه به خاطر اینکه یک داستان پریان بی‌نقصه، بلکه چون تو استخونات واقعی حس میشه. چون همتنین بودن فوری و انکارناپذیر خواهد بود. شما همدیگر رو در سطحی فراتر از زبان خواهید شناخت. 8. اعتماد فعال، یک رقص مقدس. تو دیگه مجبور نیستی دنبالش بگردی، مجبور نیستی براش بجنگی، خودت رو براش اثبات کنی یا بر روش دردناک قدیمی منتظرش باشی. تو فقط باید ادامه بدی خودت بودن. اصیل، آسیب پذیر، باز، بقیه چیزها آشکار خواهند شد، نه با جادو، بلکه با همتنین بودن، با ارکستراسیون درخشان و خاموش زندگی که آنچه به هم تعلق دارد را در کنار هم قرار می‌دهد. آیا به این اعتماد داری؟ آیا اعتماد داری که زندگیت داره تو رو هدایت میکنه؟ که تغییرات درونت یک هدف الهی دارن؟ که انحلال قدیمی ها داره راه رو برای جدیدها باز میکنه؟ که اون سکوت درونت خالی بودن نیست، بلکه آمادگی عمیقه؟ اگر این رو حس میکنی، پس از قبل میدونی تو نیازی به تایید از کسی نداری. تو اطمینان رو تو وجودت حمل میکنی و این اطمینان تمام چیزیه که نیاز داری. تو رو از مراحل نهایی هدایت میکنه تا زمانی که ملاقات رخ بده، تا زمانی که آنچه تو درونت آماده است با آنچه برای تو آماده است ملاقات کنه. همه چیز از قبل در حرکته. همزمانی‌ها دارن زیاد میشن. نشونه‌ها دارن واضح‌تر میشن. راهنمایی درونی تو قوی‌تر میشه. تمام کاری که باید بکنی اینه که تو مسیرت ادامه بدی. بی قید و شرط خودت باش. قلبتو باز نگه دار. و وقتی زمان مناسب رسید، وقتی هر قطعه تو جای خودشه، اون برخورد اتفاق میفته. نه به خاطر اینکه به دستش آوردی، نه به خاطر اینکه مجبورش کردی، بلکه به خاطر اینکه خیلی ساده حقیقت داره. و تا اون زمان تو زندگی میکنی، از آزادی خودت لذت میبری، عمیق‌ترین رابطه‌ای رو که خواهی داشت، یعنی رابطه با خودت رو عمیق‌تر میکنی. خودت رو فراتر از داستان‌های قدیمیت کاوش میکنی. چیزی رو که مونده تا شفا پیدا کنه شفا میدی. چیزی رو که مونده تا یاد بگیری یاد میگیری و اعتماد میکنی که هر قدم تو رو به سرنوشتت نزدیکتر میکنه. این امید منفعل نیست، این اعتماد فعاله. تو سهم خودت رو انجام میدی، مسیرت رو طی میکنی و تسلیم طرح بزرگی میشی که فراتر از کنترل تو در حال آشکار شدنه. این رقص مقدس بین عمل کردن و بودن، بین قصد و تسلیم، بین ایگو و خود. اگر این کلمات باهات همخونی داشت، اگر چیزی تو روحت رو تکون داد، به من بگو. تو کامنت ها بنویس که کدام یکی از این 5 نشانه رو همین الان تو زندگیت تشخیص میدی. داستانت میتونه همون چیزی باشه که یه نفر دیگه امروز نیاز داره بشنوه.